بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. همه ما میدونیم که سعی رحمت و عنایت خداوند متعال بی‌نهایته. همه ما میدونیم که خداوند متعال لطفش حد و حصر نداره. پروردگار عالم هم بی‌نهایت دانا هست و نیاز هر کسی رو میدونه، هم بی‌نهایت توانا هست و هیچ کسی نمیتونه عاجزش بکنه اگر بخواد به کسی چیزی بده، و هم بی‌نهایت دارا هست، خزانه های او تمام نشدنی است. و این خدایی که بی‌نهایت ها پیششه، هم بی‌نهایت دانا، هم دارا، هم توانا، بی‌نهایت مهربان هم هست، کینه از کسی به دل نداره، کینه از کسی نداره، و هم بی‌نهایت بخشنده است، بخلی نداره. شما این 5 تا صفت خدا رو فقط در نظر بگیرید و باور بکنه آدم این 5 تا صفت رو، کافی هستش که بدونه که کی داره مدیریت ما رو میکنه، کی بالا سر ماست، این ملک چه خدایی داره. شما این رو در نظر بگیرید، این خدا بی‌نهایت داناست، نیاز هر کسی رو میدونه، بی‌نهایت داراست. اگه به اون مقدار که به پیغمبرش داده از ابتدا تا انتهای تاریخ به همه انسان ها بده، از خدا که چیزی کم نمیاد. اصلا خدا همین رو هم میخواد. تو دعای افتتاح میخونید ولا تزیده کثرة العطاء الا جودا و کرما. هرچی ببخشه بخششش بیشتر میشه. و هم بی نهایت توانا هست، هیچ کسی عاجزش نمیتونه بکنه و جلوش رو بگیره. و هم بی نهایت مهربان، هیچ کینه ای از کسی نداره. خدا رو با خودمون مقایسه نکنیم، خدا رو با خودمون مقایسه نکنیم که اگر کسی مثلا یه جفایی به ما کرد زود تردش میکنیم، زود میندازیمش دور. اصلا اینجوری نیست. این خدا دنبال بهانه میگرده برای اینکه چیزی بده، دنبال بهانه برای دادن، برای عطا کردن خیلی دلیل نمیخواد. فضلش اینجوریه دیگه. در یه روایت هستش که حضرت یوسف علیه السلام اون موقعی که عزیز شده بود تو مصر، تو اون محل زندگیش، قصرش، حالا هر چی که بود، داشت کوچه رو نگاه میکرد، دید یه جوانی که لباس کهنه پوشیده داره رد میشه. جبرائیل همونجا نازل شد، گفت یا یوسف میشناسی این جوان کیه؟ حضرت یوسف فرمود که نه نمیشناسمش. جبرائیل گفت شما اون موقعی که در خانه زلیخا بودی و زلیخا از تو درخواست به هر حال اون فعل حرام رو کرد و شما فرار کردی و زلیخا از پشت دوید و به هر حال پیراهن شما رو از پشت گرفت که پاره شد و همونجا در باز شد، شما مواجه شدید با شوهرش. زلیخا اونجا به شما تهمت زد که اگر کسی قصد سوئی بکنه به همسرت چی کار میکنی؟ به شوهرش گفت. یعنی یوسف قصد سوء کرده. حضرت یوسف گفت من این کار رو نکردم. خب یه تهمتی بود دیگه. اونجا یه کودکی در گهواره به امر خدا به سخن در اومد، گفتش که اگر این پیراهن از پشت پاره شده باشه زلیخا دروغ میگه، فکذبت و هو من الصادقین، یوسف درست میگه. و همونجا عزیز مصر فهمید که یوسف داره درست میگه و زنش رو توبیخ کرد. اون کودکی که در گهواره شهادت داد همین جوونی هستش که الان داره میره، لباس کهنه پوشیده، اکرام کن بهش. جبرائیل اینو به حضرت یوسف گفت. حضرت یوسف او رو خواست، مأمورینش رو فرستاد که اینو بیارنش. وقتی آوردنش حسابی بهش رسید، هم لباسای فاخری بهش داد، هم حقوقی براش قرار داد، حسابی بهش رسید. جبرائیل که کنار یوسف وایساده بود لبخند زد. خب تو روایت ما داره که ملائکه یه جاهای میخندن، این روایات ما هست. حضرت یوسف سوال کرد که این لبخندت به خاطر مثلا این بود که من کم اکرام کردم، چی بود؟ جبرائیل گفت نه، من لبخندم از این بود که یه بنده خدا یک بار شهادتی داد در حق تو، اینجوری بهش اکرام کردی. بندگان خدا که همیشه در حق خدا دارن شهادت میدن اشهد ان لا اله الا الله، خدا باهاشون چیکار میکنه؟ خدا باهاشون چیکار؟
تو یه جوون اون موقع که کودک بود یه بار در حق شهادت داد، اینجوری برخورد کردی. و حالا خدا چجوری برخورد میکنه با اون کسانی که دائم اشهد ان لا اله الا الله میگن؟ باز در یه روایت دیگری هست حضرت آدم وقتی از بهشت رانده شد، این تو اصول کافی است، این روایت خیلی روایت قشنگیه. وقتی از بهشت رانده شد و ضرب شست شیطان رو خب چشید دیگه که از بهشت باعث اخراجش شد، گفت خدایا یه موجودی مثل شیطان رو بر ما مسلط کردی که در رگ و پی ما جاریه، از همه نیت‌های ما خبر داره، تعدادشون هم خیلی زیاده، شیاطین به ازای هر انسان 2 شیطان هست. فجعل لی شیئا، برای من هم یه چیزی قرار بده، برای انسان هم یه چیزی در مقابل شیطان قرار بده. خدا متعال فرمود که یا آدم برای تو و فرزندان تا قیامت این رو قرار میدم که اگر یکی از شما نیت کار خیری کرد، نیت یک عمل صالحی کرد، براش یه ثواب می‌نویسم و اگر اون عمل صالح رو انجام داد براش 10 تا می‌نویسم. اما از اون طرف اگر نیت گناه کرد براش چیزی نمی‌نویسم، نیت گناه رو براش چیزی نمی‌نویسم. ولی اگر اون گناه رو مرتکب شد، اونم تا 7 ساعت چیزی نمی‌نویسم که اگر تا 7 ساعت توبه کرد اصلا تو نامه عمل چیزی نوشته نمیشه تا پاک شده باشه. تا 7 ساعت این فرصت رو میدم. ولی بعد از 7 ساعت اگر مرتکب گناه شده و توبه هم نکرد، براش یکی می‌نویسم، براش فقط یه دونه سیئه می‌نویسم. بسته حضرت آدم عرض کرد که خدای بیشترش کن. خدا فرمود که همون یکی هم که براش نوشتم اگر تا آخر عمر، تا اون موقع که چشمش به فرشته‌ای که قبض روح میخواد بکنه باز شد، تا اون موقع اگر توبه کرد اون یکی رو هم من پاک میکنم، اون یکی رو هم پاک میکنم. بسته که حضرت آدم عرض کرد که خدای بس این همه رحمت و عنایت، دیگه اگه کسی مشمول این رحمت و عنایت نشه دیگه خودش لیاقت نداره. این به هر حال ظرفش وارونه است، چپه است، دیگه رحمت رو نمیتونه بگیره. یه همچین خدایی رحمت و عنایتش بی نهایت هست. بی نهایت ها همین الان از طرف خدا آماده است. بی نهایت علم همین الان آماده است. بی نهایت رزق همین الان آماده است اگر کسی بخواد بگیره. بی نهایت هدایت، بی نهایت. ببینید اینجوری نیست که خدا مثلا بعدن باید نعوذ بالله زورش برسه که به کسی بده، الان نداره. اینجوری نیست که بعدن خزانه‌اش پر بشه بخواد علمی به کسی بده، الان نداره. همین الان بی نهایت ها آماده هست. این از طرف خدا. اما سوال مهم اینه که از این بی نهایت خدا ما چقدر میتونیم بگیریم؟ بله از طرف او بی نهایت ها آماده است، اما سهم ما از این بی نهایت خدا چقدره؟ سهم هر کسی به اندازه ظرفیت خودشه. تو ظرفیتتو بزرگ بکن، بی نهایت همین الان آماده است. از او که هیچ بخلی نیست که. سهم هر کسی به اندازه ظرفیت خودشه. شما نگاه کنید وقتی باران از آسمان میاد، یه اقیانوس آب بالا سر ماست، اما یه موقع شما یه ظرف کوچکی زیر این آب میگیری به اندازه همون ظرف آب میگیره. یه موقع یه دریا زیر این آب باران میره به اندازه دریا میگیره. یه موقع یه ظرف وارونه است، هیچی نمیگیره. آب برای همه فراهمه، رحمت برای همه فراهمه، اما سهم افراد به اندازه اون ظرف هاشون هستش. اگر ما یه جایی محرومیم، محرومیت ما به خاطر محدودیت ماست، به خاطر خود ماست، به خاطر محدودیت ماست. قرآن رو ببینید میفرماید انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها. خدا رحمتی از آسمان فرستاد، هر ظرفی رو به اندازه خودش پر میکنه، هر ظرفی به اندازه خودش میگیره. ظرف ها چقدره؟ خدا رحمت کنه مرحوم سید حیدر آملی از عرفای بزرگ قرن 8 بود، از عرفای شیعه که کتابی داره به نام جامع الاسرار. ایشون تو اون کتاب تو مقدمش 3 مرتبه قسم خورده، والله ثم والله ثم والله، قسم خورده که من در جوار خانه خدا یه ریاضاتی رو، یه مدتی مراقباتی داشتم، ریاضاتی داشتم، خدا متعال علمی در سینه من ریخت که اگر تمام درختان قلم بشن و جن و ملک نویسنده بشن، 1/10 اون چی که خدا در سینه من ریخت رو نمیتونن بنویسن. ببینید وقتی ظرف بزرگ بشه اینجوری میگیره دیگه. بعضیا هستن که خدا بهشون یه چیز کوچیک میده خودشونو گم بکنن، ظرفیت نشون نمیدن که خدا بیشترش کنه، ظرفیت نشون نمیدن.
اگه آدم ظرفیت نشون بده خدا میریزه، دریغ نداره. یه شخصی است به نام ثعلبه انصاری اومد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله من وضع مالیم خوب نیست، شما دعا کنید که وضع مالی من خوب بشه. پیغمبر فرمود ثعلبه همینی که داری همین به صلاحته، دینت باهاش محفوظ میمونه. این هی می اومد سماجت میکرد، انقدر اومد اصرار کرد به پیغمبر، هر دفعه می اومد. پیغمبر اکرم دیگه دعا کرد، فرمود خدای اون چی که ثعلبه میخواد بهش بده. زد و یه ارث هنگفتی بهش رسید، یه ارث زیادی بهش رسید. این با این ارثش دام و شتر و گوسفند و این چیزا خرید، دیگه جاش تو مدینه نمیشد. رفت یه مرتبه بزرگی بیرون مدینه خرید، اونجا دیگه دامشو برد. یواش یواش به نمازای پیغمبر نمیرسید بیاد، یکی در میون میومد. اول یه هفته یه بار میومد، بعد دیگه مثلا ماهی یه بار، بعدش دیگه اصلا دیگه نمیرسید بیاد، سر شلوغ شده بود. موقع جمع‌آوری زکات شد، پیغمبر اکرم به مأمورینش فرمود که برید زکات جمع‌آوری کنید. از جمله از کسانی که زکات بهشون تعلق میگرفت همین ثعلبه بود. مأمورین پیغمبر اومدن سراغش، گفتن ثعلبه باید زکات بدی، تو هم کشاورزی داری هم دام. ثعلبه گفت زکات؟ مگه ما یهودی هستیم که جزیه بدیم؟ گفتن بابا زکات غیر از جزیه است. جزیه یه چیزی هستش که اهل کتاب میدن، یه مالیاتی است که اونا میدن. زکات مؤمنین باید بدن، کنار اقیم الصلاة تو قرآن همه جا آتو زکات اومده، حق فقراست باید بدی. گفت این خبران نیست، ما با زحمت این پولو به دست آوردیم، بی خودی نمیدیم. زکات نداد. مأمورین پیغمبر اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله ثعلبه زکات نداد. حضرت 3 بار فرمود ویل لثعلبه، ویل لثعلبه، وای بر او. من گفتم تو ظرفیتشو نداری، خودتو گم بکنی. من گفتم همونی که داری به نفعته. واقعش همینه دیگه. شما نگاه کنید، بعضی یه زیبایی بهشون داده میشه، خرج معصیت میکنه. یه نعمتی کوچیک، یه علم بهشون داده میشه، دچار عجب و غرور میشه. یه ثروتی، یه آبرویی، یه سرمایه، یه امکاناتی، یه قدرتی، به جای اینکه خرج خدا بکنه خرج معصیت میکنه. اگه ظرفیت نشون بده خدا بهش بیشتر میده، خیلی بیشتر میده. یه کسی دیگری، حالا ببینید ظرفیت رو، اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا اگه میشه اسم اعظم خدا رو به من بدید، من میخوام به مقام اسم اعظم برسم. میدونید اسم اعظم یه لفظ نیست، مثل اسمای ما نیست که آدم رو زبان جاری بکنه کن فیکون بکنه. یه مقامه، یه مرتبه است که از جهت روحی آدم باید بهش برسه، که اگر به اون مرتبه و مقام رسید، اون وقت اون چی که از خدا بخواد میشه، به مقامی میرسه که میتونه کن فیکون بکنه. اومد از امام صادق علیه السلام درخواست کرد که آقا اسم اعظم خدا رو من میخوام. امام صادق فرمود من از تو یه چیزی ابتدا میخوام، تو برو انجام بده، حالا تا بعداً ببینیم چی میشه. آقا چی کار کنم؟ حضرت فرمود یه پلی هست فلان جا، برو کنار اون پل بشین، هر چی که دیدی بیا به من گزارش بده، بیا ببین چی دیدی اونجا. این بنده خدا رفت کنار اون پل نشست، دید یه پیرمردی از بیابان، از تو صحرا داره میاد، وارد مدینه میخواد بشه، یه پشته هیزم رو دوشش هست، اومد و از رو همین پل رد شد، آروم آروم داشت میرم. از پشت سر یه جوان سواری، او هم از بیابان اومد، چون باید از همین پل رد میشد و این پل باریک بود، اول این پیرمرد باید میرفت، این پشت سرش این جوان. خب اونم بنده خدا آهسته آهسته میرفت این پیرمرد دیگه. این جوان که حالا یا عجله داشت هرچی، چند تا تازیانه پشت این پیرمرد زد، یالا برو یالا برو. حالا بیچاره دیگه تندتر از این نمیتونه بره دیگه، این بار رو دوشش هستش. این جوان که دید این پیرمرد تون نمیره، پاشو از رکاب در آورد، محکم زد به پشتش و این با صورت رفت رو زمین، هیزماش هم ولو شد و این جوان با اسب هی زد به اسبش، پرید از اون پیرمرد رد شد و رفت. اون پیرمرد بنده خدا بلند شد، بست 2 مرتبه هیزماشو گذاشت رو دوشش و راهشو کشید رفت. اون بنده خدایی که از طرف امام صادق علیه السلام اومده بود این صحنه رو دید، رفت خدمت حضرت گفت خب چی دیدی؟ گفت آقا یه ظلم فاحشی دیدم، این رو دیدم. این جوون حتی که پر رو، خب پیرمرد بنده خدا داره میره دیگه، بیشتر از این تندتر از این نمیتونه بره، اینجوری بهش ظلم کرد. امام صادق علیه السلام فرمود اگه تو اونجا اسم اعظم میداشتی چی کار میکردی؟ گفت آقا تنبیه سختی میکردم اون جوون رو،
خیلی بدم اومد. این پیرمرد کاری نداشت، مظلوم واقع شد. او رو تنبیهش میکردم. ما صادق فرمود اون پیرمرد از دوستان ما بود، اسم اعظم داشت، منتها ظرفیتش هم داشت که به خاطر یه ظلم شخصی که کسی بهش کرده زمین و آسمون رو به هم دیگه ندوزه. اون پیرمرد از دوستان ما بود، اسم اعظم داشت، ولی ظرفیتش رو هم داشت. با این درسی که حضرت بهش داد، یعنی بهش گفت تو اول برو ظرفیتش رو پیدا کن، اول برو ظرفیتش رو پیدا کن، وقت بهت داده میشه. وقت اگر داده بشه درست ازش استفاده میکنی، درست ازش استفاده میکنی. در هر حال مهم این هستش که بتونیم ظرف وجود خودمون رو بزرگ بکنیم. از طرف خدا، از عالم بالا همه چیز آماده است. همین الان هیچ حالت منتظره نداره، هیچ معطلی نداره. چی کار بکنیم ظرفمون بزرگ بشه؟ چی کار بکنیم ظرفیت پیدا کنیم؟ یکی از چیزهایی که ظرف وجود آدم رو خیلی بزرگ میکنه و تو این زمان هم ما خیلی احتیاج داریم بهش که این رو بدونیم، این هست که داده های خدا رو ببین و قدر بدون تا خدا بهت بیشتر بده. منی که خروار داده های خدا رو نمیبینم، همون یه چیزی که میخواستم بهم نداده او رو میبینم و بهش گیر میدم، باهاش درگیر میشم. همون یه چیزی که خدا بهم نداده باهاش درگیر میشم، که اگه پشت پردهش هم تازه خبر میداشتم میگفتم خدای ممنونتم که بهم ندادی. خب من این که اینجوریم، هزاران داده رو نمیبینم، یه دونه نداده رو میبینم و درگیر میشم با خدا، چقدر ظرفیت دارم؟ خیلی ظرفیتم کمه. خدا میگه عزیز من تو همونایی که من بهت دادم و هضمش بکن، اون وقت بیشتر بخواه، اون وقت بیشتر بخواه. مثل یه معده‌ای میمونه که توش غذاست، خب هی باز بخواد غذا توش بریزه. خب تو اگه اونا هضم بکن بعد غذا بریز توش، و الا بیچاره میکنی اون معده و شکمتو، هضم نکرده سوء هاضمه میگیری. اگه آدم داده های خدا رو هنوز ندیده که قدردانی بکنه، از خدا هی بیشترشو بخواد، خدا میگه بابا قیامت جواب نداری بدی، تو همیناشو نمیتونی جوابشو بدی، همین داده ها رو نمیبینی و هی بیشترشو میخوای، بیچاره میشی. دقت بفرمایید ببینید چقدر حکیمانه است کار، چقدر حکیمانه است کار. ولی قدر بدون من بیشترش بکنم. یک کسی اومد خدمت امام رضا علیه السلام، این روایت خیلی گوش بدید، خیلی روایت قشنگیه. اومد خدمت امام رضا علیه السلام، گفت آقا من وضع مالیم خوب نیست، زن و بچه‌م گرسنه‌ن، اگه میشه کمکی به من بدید. حضرت یه سینی انگور جلوش بود، یه شاخه انگور برداشت بهش تعارف کرد. این نگاه کرد گفت آقا انگور چه به دردم بخوره، شکم زن و بچه‌م گرسنه است. این انگور رو گذاشت تو همون سینی. یه چند لحظه گذشت، یکی دیگه وارد مجلس شد، یه سلامی خدمت آقا عرض کرد، آقا دلم براتون تنگ شده بود، اومده بودم ببینمتون. به امام رضا گفت. امام رضا علیه السلام یه دونه انگور بهش تعارف کرد، برق خوشحالی تو چشمش جهید. گفت آقا ممنونتم، شما چقدر کریمید، من دلم تنگ شده بود اومده بودم ببینمتون. حضرت یه شاخه انگور بهش داد. گفت آقا همون دونه کافیه، میرم توی یه ظرف آب بیچه کنم همه خانواده بخورن متبرک بشن، شما چقدر کریمید. حضرت سینی انگور رو بهش داد. گفت آقا شما خیلی بزرگوارید. حضرت فرمود یه چیزی بیارید من میخوام بنویسم. نوشت باغ انگورم رو بهش دادم. گفت آقا من هنوز زبونم لاله ها، نمیتونم تشکر ازت بکنم. حضرت فرمود اون زبین های اطرافش. یه مرتبه اون اولیه که اونجا نشسته بود برآشفته بلند شد، گفت آقا چه وضعیه؟ من احتیاج داشتم، این فقط دلش تنگ شده بود اومده بود شما رو ببینه، هی شما بهش دادی همه چی رو، هی همه چی رو بهش دادی. حضرت زیر همون نوشت لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. خدا میفرماید اگر شاکر باشید و قدردان نعمت ها باشید زیادش میکنم. من اون اول یه شاخه انگور بهت دادم تو قدردانی نکردی، به این یه دونه انگور دادم قدردانی کرد. خدا میفرماید اگر نعمت رو ببینید زیاد میکنم من، و من خواستم تأثیر خدا بکنم، هی زیادش کردم، هی اضافهش کردم، خواستم تأثیر خدا بکنم. ببینید واقعش همین هستش دیگه. اینی که مثل ماهی تو آب هست ولی نمیبینه آب رو، این مشکل داره دیگه. اون وقت اصلا دیدن نعمتهای خدا لطافت میخواد، یه لطافت روحی میخواد که آدم نعمتهای خدا رو ببینه.
من یه مرتبه خدمت مرحوم آیت الله عراقی بودم، رضوان خدا بر این سلمان زمان ما. 100 سال عمر آدم وقتی پیشش می نشست، یعنی واقعا دیدن ایشون موعظه بود، دیدن ایشون موعظه بود. آدم مطهر و پاکی که یه مدت کوتاهی هم استاد حضرت امام بود و خود حضرت امام فوق‌العاده بهش ارادت داشت و احترام می‌گذاشت. همه مراجع نسبت به آقای عراقی، همه مراجع اینجوری بودن. باور بفرمایید من خدمت ایشون بودم، این بزرگوار گریه میکرد، شکر یک نعمتهایی رو میکرد که اگه من الان خدمت شما بگم شما خندتون میگیره که اصلا اینا مگه نعمته؟ اصلا به چشم ما نمیاد به عنوان نعمت، اصلا به چشم ما نمیاد. گریه میکرد این پیرمرد، میگفت ببین ابروات بالا چشمته، اگه این ابروها زیر چشمت بود چقدر زشت میشد. ببین انگشتات با هم مساوی نیست، اگه مساوی بود یه دکمه تو نمیتونستی ببندی. اصلا اینا به چشم ما اینا رو میگفت، گریه میکرد و شاکر خدا بود. وقت اینا هستن که خیلی چیز خدا بهشون میده دیگه. دیدن نعمتهای خدا یه لطافت روحی میخواد. یه دعایی هست به نام دعای جوشن صغیر که هممون تو مفاهیم دیدیم ولی بعید میدونم خیلی خونده باشیم. معمولا دعای جوشن کبیر رو به برکت شبای قدر رو، به هر حال شبایی که باید آدم بیدار باشه، معمولا این دعاهای طولانی شانس آوردن، مثل دعای جوشن کبیر و دعای ابو حمزه و اگه میشد عرفه هم میخوندیم ما، اما مثلا مثل دعای جوشن صغیر رو شاید کمتر ما خوندیم. اگه شده یک بار آدم نوبر بکنه، یک بار، ولو ترجمهش رو شما بخونید ببینید امام کاظم علیه السلام چجوری زبان شکر آدم رو باز میکنه. چجوری امام کاظم تو این دعای جوشن صغیر زبان شکر، هم زبان شکر رو نه فقط زبان بلکه قلب آدم رو شاکر بکنه، از صمیم قلب. آخه زبون گاهی موقع ممکنه بگه الهی شکر، همون ته دل یه چیز دیگه است، ولی امام کاظم تو این دعای جوشن صغیر کاری بکنه آدم از صمیم قلب شاکر خدا بشه. شما این دعا رو ببینید، تو این دعا امام اینجوری عرض بکنه که خدایا، فقط یه مقدار تأمل بکنید این جملات رو. خدای یه عده‌ای هستن الان دچار انواع بیماری ها و مریضی ها که اصلا لذت خوردنی ها و آشامیدنی ها رو نمیتونن بچشن، ولی من اینجوری نیستم. فاجعل لی من الشاکرین و لا علایک من الذاکرین. به تعداد بیماری ها شما نداری، سلامتی داری. خدا یه عده هستن الان تو قل و زنجیر و شکنجه و درد هستن، ولی من اینجوری نیستم. به تعداد جرم هایی که کسانی هستن تو زندان هستن شما نداری. فاجعل لی من الشاکرین و لا علایک من الذاکرین. خدای شکر. یه عده هستن الان دور از وطن، چشم به راه دیدن یه عزیزشون، کسی رو نمیبینن دور و بر خودشون، ولی من همه دور و برم هستن، همه خیشانم دور و برم هستن. خدای شکرت. فاجعل لی من الشاکرین و لا علایک من الذاکرین. ببینید بیماری ها رو میبینه یاد سلامتی هاش میفته، ناامنی ها رو میبینه یاد امنیت هاش میفته، نقص ها رو میبینه یاد کمالاتی که خدا بهش داده میفته. آدم تو آسایشگاه معلولین بره، معلولیت ها رو ببینه یاد اون چیزایی که اون معلولیت هایی که نداره. گاهی موقع 30 سال کسی مثل یه تیکه گوشت افتاده، 30 سال 40 سال 50 سال مثل یه تیکه گوشت افتاده اونجا. تازه اینا هنوز نعمتهای ظاهری و مادیه، نعمتهای معنوی خدا که بماند، اون نعمتهای باطنی که بمانه، اونا که اگه آدم سر به سجده شکر تا قیامت بگذاره باز کار مهمی نکرده. چند نفر الان تو این عالم هستن که شیعه امیرالمومنین و اولاد طاهرینشن؟ چند نفر؟ شماها جزوشونید. چند نفر هستن که سایه امام زمان علیه السلام رو سرشون؟ شماها جزوشونید. اینا نعمتهای خیلی بزرگی هست، به خصوص تو این زمانی که الان داریم به سر میبریم، زمانی که شیعه ولایت اجتماعی پیدا کرده، اهل بیت پرچم بلند کردن تو این عالم، اهل بیت پرچم بلند کردن تو این عالم، به خصوص تو این زمان. آیه قرآن رو من تقاضا میکنم این آیه رو ببینید، خیلی شنیدیم اما چجوری معمولا ما معنا میکنیم یا برامون معنا کردن. لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. معمولا این آیه رو که شما شنیدید چجوری براتون معنا کردن و الان تو ذهنتون چجوری تداعی میشه؟ به این صورت
که خدا تو این آیه میفرماید که اگر شکرگزار باشید من نعمتتون رو زیاد میکنم. همونی که سعدی میگه شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. درست؟ ما مولا اینجوری آیه رو معنا میکنیم، ولی ظاهرا آیه معناش این نیست. ظاهر آیه رو ببینید شما دیگه اینو خیلی راحت میتونید بفهمید. آیه میفرماید لئن شکرتم، اگر شکرگزار باشید لازیدنکم، نه لازیدن نعمتکم. نمیگه نعمتتون رو زیاد بکنم، خودتون رو زیاد بکنم، خودتون بزرگ بشید، ظرفتون بزرگ بشه، ظرف وجودتون. لئن شکرتم لازیدنکم، خودتون بزرگ بشید. البته وقتی ظرف کسی بزرگ شد نعمت هم زیاد میشه توش، ولی او به تبعه. شکر باعث میشه خود آدم بزرگ بشه و اون وقت خدا تو ظرف آدم خیلی چیزا بریزه. حالا تازه همه این حرفایی که من از اول جلسه تا الان زدم مال اون کسیست که شاکر نعمتهای خدا باشه. اما هنرمند بدونید کیه؟ هنرمند این هستش که تو بلا هم شاکر باشه. اون که دیگه خیلی هنرمنده. ما خیلی هنر بکنیم تو نعمت، لااقل نعمتها رو ببین، شکر بکن. اما اونی که وقتی بلا هم میاد تو متن بلا شاکر باشه، این خیلی دستمریزات داره. حالا شما نگاه کنید ببینید وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام شب عاشورا آنچنان شکری خدا رو میکنه، آنچنان شکر میکنه که ما تو غرق ناز و نعمت باشیم اونجوری شاکر نیستیم. اثنی علی الله احسن الثنا و احمده علی السراء و الضراء. خدای شکرت بر خوشی و ناخوشیت شکر. امام حسین که جای خود داره، اون بزرگوار که گفتن نداره. حتی کوچکترین اصحابش هم اینجوری شده بودن، که تو بلا ضیافت میدیدن، تو بلا مهمانی میدیدن، میدونستن خدا داره اینا رو میبره بالا، میدونستن داره کجا میرن. خدای تو رو قسمت بدیم فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. به محمد و آل محمد ما را از سربازان ولی از در غیبت و ظهورش قرار بده. به محمد و آل محمد عزاداری ها، توسلات از همه ما به کرمت قبول و ذخیره آخرتمون قرار بده. خدایا مرزای اسلام چند نفر سفارش کردن، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تو رو قرآن اگر یه جا دلتون شکست، بعضیا ملتمسانه سفارش کردن. به خدا قسم طول میکشه دیگه من بگم بعضی از موارد رو، آدم واقعا دلش ریش میشه. خدای تو رو قسمت بدیم به مظلومیت زینب کبرا مرزای اسلام منظورین شفای عاجل کرم بفرما. امام راحل شهدا ذوی الحقوق و اهل بیت محشور بگردان. رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات طول عمرشون بیفزای. عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرما.